سلام، توی این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش بدم که یک آجر با ابعاد خاص چه تعداد از اون برای 1 متر مربع کافیه و با هم محاسبه کنیم ببینیم که برای متراژ ما چه ماشین باری احتیاجه تا اون بار رو از کارخونه بیاره به مقصد ما. در ابتدا کافیه که این آجر ما که ابعادش 7 سانت در 33 سانت هست رو از هر طرف اگر قصد دارید بهش بندی اضافه کنید ابعاد اون رو به اضافه بندش بکنید. به طور مثال اگه ما قصد داریم از اینجا آجر 7 سانت رو 1 سانت بهش بند اضافه کنیم میشه 8 سانت و از این طرف هم اگه قصد داریم 1 سانت بهش بند اضافه کنیم 33 سانت ما میشه 34 سانت. هر 1 متر مربع برابر با 10,000 سانتی متر مربع. در نتیجه میشه 10,000 تقسیم بر 7 سانت به علاوه 1 سانت بندمون که میشه تقسیم بر 8 و 33 سانت تقسیم بر 1 سانت بندمون که میشه 34. پس چیزی که ما بر اساس ماشین حساب به دست آوردیم 36.7 که 37 در نظر میگیریم. اما بهتره همیشه یک قالب یا 2 قالب برای پرتی در نظر بگیرید که ما همون 38 قالب رو در نظر میگیریم. به طور مثال اگه شما 15 متر مربع کار داشته باشید میشه 15 ضرب در 38 میشه 570 قالب. یادتون هم باشه هیچ وقت اون 10,000 سانتی متر مربع که برابر با 1 متر مربع هست رو تقسیم بر ابعاد خام آجر نکنید، چون شما قصد ندارید آجر رو به صورت کیب به کیب و چسبیده به هم کار کنید و اگه اینجوری تقسیم کنید ممکنه در انتهای کار کلی آجر اضافه بیارید. پس با احتساب چیزی که بهتون گفتم همون 1 سانت بند رو از هر طرف که قصد دارید اضافه کنید و بعد تقسیم کنید که تعداد بنداتون هم اون بین کم بشه و آجر دقیق رو محاسبه کنید. اما مقوله بعدی ظرفیت باریه که هر ماشین باری میزنه. معمولا برای همین آجر 733 سفید که وزن هر یه دونش بین 950 گرم تا 1 کیلوگرمه، یه پراید وانت 500 کیلو بیشتر نمیزنه، یعنی 500 قالب که 500 تقسیم بر 38 حدوداً چیزی نزدیک به 13 متر مربع میشه. یه مازدا وانت تقریباً 1 تن و 200 میزنه، نیسان وانت ها 2 تن و 100 میزنن که البته ممکنه شما نیسان خودتون خیلی بیشتر بزنه، حتی تا 2 تن و 500 تا 3 تن، ولی خب نیسان وانت هایی که از باربریا میان معمولاً 2 تن و 100 2 تن و 200 بیشتر نمیزنن که 55 متر تقریبا تا 60 متر میزنن. بعد از اون هم ایسوزوها و خاورهای کوچیکن که بین 3.5 تن میزنن. خاورهای 4 تنی رو داریم. ماشینای سنگین تک هم 10 تن میزنن، جفت ها 15 تن و تریلی های 18 چرخ هم 24 تن میزنن که اگر این آجر یه دونش 1 کیلو باشه 24 تن تقریبا 24,000 قالب این آجر میزنه که میشه 24,000 تقسیم بر 38 چیزی حدود 630 الی 40 متر میزنن. اما در پایان بذارید این نکته رو بهتون بگم. اگه میبینید بارتون رو میتونید با ماشینایی ببرید که ظرفیت بار کمتری دارن خیلی بهتره و پرت کمتری میدید. دلیل این نکته هم این هستش که بار هرچی کمتر باشه، بارایی که زیرتر چینده میشن اگر راننده یک دست اندازی رو بد بره یا با سرعت نامناسب حرکت کنه ممکنه اون آجرها توی بالا و پایین پرت بشن. منتها خب توی مسافت‌های بالا که مسافت بالای 500 600 یا حتی 1000 کیلومتره اصلا صرفه اقتصادی نداره اگه بارتون وزنش بالای 4 تن و 5 تن و 10 تن و 20 تن باشه بخواید با نیسان این کارو بکنید. ولی اگه مسافتتون نزدیکه ترجیحاً سعی کنید بار رو با نیسان ببرید که بین 2 تن تا 2 تن و 200-300 بار میزنن و بار خیلی بهتون کمتر پرت میده که حدوداً پرتش بین 1 الی 2%. یک بار دیگه هم در پایان این ویدیو بهتون تاکید میکنم اگه مسافتتون دوره یا بارتون زیاده صرفه اقتصادی نداره که بخواید اون بار رو با ماشینایی که ظرفیت کمتری دارن حمل کنید. این فقط برای مسافت‌های نزدیک باریه که مثلا مشتری به جای اینکه میخواد با 1 خاور ببره با 2 تا نیسان ببره. ولی اگه فاصلتون دوره یا اینکه ظرفیت بارتون زیاده
اصلا توجیه اقتصادی نداره و اون پرتی هم که ممکنه بدید به همون کرایه‌ای که میخواید بدید و کرایه بیشتر بدید یه جورایی یر به یر میشه با بارتون و با اون پرتی که دارید. خیلی ممنونم که همراه من بودید توی این ویدیو. اگه سوالی دارید این زیر برام کامنت کنید، حتما جوابتون رو میدم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.